میدم. خب امروز عرض کنم که یک شنبه است، ساعت 7:40 به وقت لس آنجلس. ما یه نقشه پلید داریم اجرا میکنیم. اجازه بدین تجسید بکنم. این نقشه پلید کارگردانش آقای پیمان وصالی هستن. خیلی مخلصیم. بعد بازیگر اول ایشون نشون بده لطفا. آلینا خانم. تانکی. مرسی. برگرد بس دیگه. پول مفت بهت که نمیدن. قراره ما با فرشید زنگ زدیم، یعنی ایشون زنگ زدن قراره که فیک دیت بریم، یعنی قراره که سر کارش بذاریم. فکر کرده ما داریم دیت میکنیم. فرشید حسابی به خودش صفا داده، الان فکر کرده امشب یه خبرایی هست بالاخره از عزا داره در میاد. قرار شده جلوی ایلات مارکت قرار گذاشتیم ساعت 8 که تقریبا 20 دقیقه مونده. الان تو راه چیز هستیم. تو راه خونه خونه‌شون میریم ببینیم چه خبره. اصلا عملش چجوریه، چجوری داره میره. خیلی مخلصیم. کات. الو فرشید. الو سلام فرشید، من دنیام. الو بفرمایید. فرشید اومدی؟ شما کجا هستید؟ من تا 2-3 دقیقه اونجا جام. ببین عزیز، من اگه چی بگم ناراحت نمیشه کنی. من 10 دقیقه دیگه میتونم اونجا باشم، چون من تو مهمون دارم. بعد زشته. اگه میتونی 5 دقیقه وایسی. آره وای میسم. اونجا فقط زود باش پلیز، برای اینکه نمیتونم اونجا وایسم. خب بعدش چیزه، امشب مهمونیم داداشم اینا، بعدش اینه که باید برم خونه. خواهش میکنم زودتر بیا. یه دقیقه واسه صدات اصلا مواظب نبود اصلا. یه بار دیگه اگه میشه بگو، من نشنیدم. میگم خواهش میکنم فقط زود باش. اون مهمونات حالا هر شب میبینی مهموناتو. باشه برو من اونجا برو. زود باش بابا. بابا کارگردان چی شده؟ چی شده؟ من نمیدونم این یکی بازیگرمون کجا مونده. پولم که نرسیده. این فرشید خان دیگه. آقا چک شما واسش فرستادی پولش آقا فرستادم، پیش پرداخت فرستادم بعد. نمیدونم چرا نمیاد. چنده؟ 5 دقیقه مونده. ایول. حالا فوش بده. نه پشت داره. ایشون کی هستن؟ من از شما اولین لحظه. بس اولین برخورد ها. قبلا جدی من دانشجو بودم، تنولا میرم. نمیدونی بیشتر جدیه هافچه. واقعا پسر. خداییش. حالا یعنی ما همین نمیدونم که عروسی خواسته ببخشید. ما کلا روی هم رفته داریم چون ما همه هوای فامیلا رو داریم. آره. حالا اتفاقا حالا شما اینقدر صمیمی شدید. آقا یکی از بچه‌ها شماره ایشون رو داد به من. بعد منم خودم 2 بار ایشون رو دیدم. یه بار جشن چیز مهرگان، یه بارم یه جای دیگه. الان خودش گفت کجا، گفتم بعدا میگم. الان دوستم اومد اینجا منو. پس منطقیه که ما بریم بعدا بگین کجا بریم. اوکی پس ما بریم دیگه. همین منم بار اول ایشون رو یعنی میت کردیم با هم. بسلام. شما ببخشید دوربین گفت من یه چیزی یادم اومد. آقا فرشید جلوی دوربین من. کات دیگه الان برمیارم. این آقا فرزین این قصه آخر رو بگو. من قسمت آخر عرض کنم خدمتتون که قصه ما به سر رسید. آقا فرشید به دختر نرسید. بعد من نشید که ما حال کردیم. اینجا به دختر
پسر خب حالا یه چیزایی بگید آقایون خب بابا تو هم خسته نباشی مرسی از اصلا حالیش نبود که این یه ساعت فیلمو اینجوری گیره. آره چقدر این صحنه آخرام بگید الان زیرک میکنه